ترمینال پایتخت. ترمینال پایتخت یک پایانه بزرگ مسافربری در شهر کابل است که در منطقه لوای باباجان شهر کابل موقعیت دارد. از این ترمینال موترهای مسافربری به ولایات مختلف مانند بلخ، کندوز، تخار، بدخشان و دیگر ولایات و ولسوالی ها حرکت می کنند. روزانه هزاران مسافر از این مکان برای سفرهای ولایتی استفاده می کنند. در ترمینال پایتخت دکان‌ها، رستوران‌ها، مسجد و خدمات دیگری نیز وجود دارد. این ترمینال نقش مهمی در سیستم ترانسپورت زمینی سمت شمال کشور دارد.